چند لحظه‌ای چشمانتان را ببندید. کاملا ستون مهره ها صاف. آگاهی تو ببر سمت دم و بازدمت. فقط چند لحظه‌ای خودتو، نفسهاتو توی این محیطی که داخلش هستی مشاهده کن. با مدیتیشن امروز می‌خواهیم از تمام استرس ها، نگرانی ها، ترس ها، فشار ها و دغدغه های طول روز که در مسیر رسیدن به هدفمون داریم رها کنیم. یک دم عمیق و چند لحظه‌ای برای این لحظه زیبا شکرگزار باشید. حضور در لحظه حال. تو مثل یه نفس آروم و نرم هستی در طلوع زیبا و غروب شگفت انگیز و اونا بدون حضور تو در این لحظه نمیتونن فوق‌العاده و شگفت انگیز باشند. پس سعی کن در همین لحظه هر گونه نگرانی و استرسی که دارید رها کنید. بذار برن. رهاش کن. در این لحظه به درونت و مرکز قلبت برگرد. و اینجا بهشت آرامش توست. اینجا خانه توئه. خانه‌ای که درون توست. وارد خونه قلبت شو. گوش کن که از تو با یک صدای خیلی زیبایی دارن خوش آمد میگن. و فقط در این لحظه مشاهده کن. مشاهده کنین صلح و آرامش را. بذارید همه چیز در این لحظه باشه. همینطور که میخوای وارد خونه درونت بشی، که بهشت درونت رو کشف کنی، میبینی که داری با خودت یه عالمه بار سنگینی حمل میکنی و باید اونا رو رها کنی. این بارهایی هستند از انتظارات، نگرانی ها، استرس ها، شکست ها، جنگ ها، ممکن و غیر ممکن ها. رها کردن اینها اصلاً کار راحتی نیست.
شاید حتی نتونی اونها رو رها کنی. باید سعی کنی اونها رو از خودت باز کنی. از خودت اینها را باز کن و وارد بهشت قلبت شو. در بهشت درونت رنگ‌های شگفت انگیز رنگین کمان رو میتونی ببینی. چقدر زیباست. میتونی درخت‌های پربار رو ببینی. آدم‌های قشنگ، موجوداتی که با رنگ‌های زیبایی هستند و چیزی نیست این بین جز عشق. تمام زیبایی‌های این جهان توی بهشت قلبته و تو اونقدر زیبا هستی و تو از درون اونقدر شگفت انگیز هستی. پس همین الان در بهشت خودت به دنبال صلح، نور و عشق باش. کشفش کن. بدون هیچ گونه بار اضافی به درونت سفر کن. بهشت درونیت و از این سفر شگفت انگیز لذت ببر. نماسته.